از کجا میتونیم کالاهای صادراتی پرسودی رو واسه تجارتمون پیدا بکنیم و یا انتخابشون بکنیم؟ سلام، من سینا قویدلم. امیدوارم حالتون عالی باشه. توی سلسله ویدیوهای سکو در خدمت شما هستم تا بتونم کمکارتون باشم که بتونین بدون سرمایه وارد دنیای تجارت و صادرات و واردات بشین. هر جفتش، هم صادراتش هم وارداتش. ما از کجا میتونیم یک کالای صادراتی به درد بخور پیدا بکنیم که روش کار بکنیم؟ قسمت بعد شما در خصوص واردات همین موضوع رو خواهید دید. این راجع به انتخاب کالای صادراتی، ویدیو بعدی راجع به انتخاب کالای وارداتی خواهد. حالا واسه صادرات باید چه کار انجام بدیم؟ از وقتی که من بحث رسانه مستر ترخیص رو شروع کردم، یه چند تا قوانین ساده واسه انتخاب کالای صادراتی رو طراحی کردم و هنوز هم بر همون قوانین استوارم و فکر میکنم که مسیر درست همین قوانینه. اولا ما باید راه افرادی که رفتن و موفق شدن رو ادامه بدیم. نمیتونیم در اول مسیر بگیم که ما میخوایم بازار سازی بکنیم، ما میخوایم فلان جا رو فتح بکنیم، ما میخوایم فلان کالایی که مثلا بازارش خرابه رو بیاییم احیا بکنیم یا دوباره اینو مثلا توی بازارهای جهانی ترندش بکنیم. ولی الزاماً راهی که افراد قبل از ما رفتند ما رو به موفقیت نمیرسونه. انتخاب کالای صادراتی و در کل کالای صادراتی که باعث موفقیت ما میشه، کالایی هست که ما ضریب نفوذ روی تامین کنندش داشته باشیم. ضریب نفوذ کلا در این مباحث یک اصطلاح من درآوردی از جانب خود بنده است. یعنی شما اگر جای دیگه این برین این رو پیدا بکنین همچین لغتی رو استفاده نکردن و اگر دوستی هم همکاری هم استفاده کرد، خب این ضریب نفوذ حالا زایده خلاقیت من توی بیان عقایدم و ایدم بوده. یعنی چی ضریب نفوذ روی تامین کننده کالا داشتن؟ یعنی اینکه ما یک کالایی رو باید انتخاب بکنیم که بتونیم با تامین کنندش ارتباطات حسنه داشته باشیم. از این قبیل که بریم به کارخونه سر بزنیم یا انباری، هر جایی که کالا هست دیگه، بسته به کالاهای مختلف متفاوته، دسترسی داشته باشیم، بتونیم هر لحظه قیمت بگیریم، بتونیم هر لحظه تولید محتوا بکنیم، بتونیم در اولین تماس مشتری نمونهش رو آماده بکنیم و نمونه رو واسه مشتری بفرستیم و در کل ما دسترسی کامل و شاملی به این کالا داشته باشیم. کالاهایی که میتونن شما رو موفق بکنن و یا اینجوری بگم کالاهایی که در صادرات بسیار موفق هستند الزاما شما رو موفق نخواهند کرد. شما باید کالایی رو انتخاب بکنید وابسته به شرایط مالی و ارتباطی خودتون. شما در یک شهری زندگی میکنید که اونجا یک کالا بسیار به وفور یافت میشود، بهتره رو همون کالا کار بکنید. شما یک جایی زندگی میکنید که یک سری کارخونه ها هستن که تولیدات خاصی دارن، شما بهتره همون کالاها رو انتخاب بکنید. شما فردی رو در نزدیکی خودتون، دوست، آشنا، رفیق، عامل دارین که کارخونه‌ای داره، تولیدی داره، سردخونه‌ای داره، بهتره رو همون کالا کار بکنید. شما روی اون کالا نفوذ دارید. اگر اینطوری حساب کتاب نکنید، صرف این که بله مثلا کالای سنگ یک کالای مثلا خب پرصادرات، کالای زعفران یک کالای پرصادراته، اگه سر همینطوری برین این کالا رو انتخاب بکنید، خب تامینش رو می‌خواید چیکار بکنید؟ تامینش هم بگیم حالا انجام دادیم به کمک ما و یا حالا سایت‌های دیگه، دوستان دیگه، همکارای دیگه. بحث تبلیغات، تولید محتواشو رو می‌خواید چیکار بکنید؟ تمام تقریبا دانشپذیرانی که من افتخار همراهی با این عزیزان در ابتدای مسیر تجارتشون رو داشتم، به عینه دیدم کسانی بودند که دسترسی خاص و ویژه‌ای به یک کالایی داشتند و این دسترسی به شدت قوی بوده. طرف به خرما دسترسی خاص و ویژه‌ای داشت، طرف به کاشی و سرامیک دسترسی خاص و ویژه‌ای داشت. بیاین یه مثال دیگه به شما بزنم. دانشپذیری داشتم که حالا تو اول آشناییمون گفت که من یک کالایی رو قبل اینکه اصلا دوره‌های شما رو شرکت بکنم یا هر چی انتخاب کردم، واسش مشتری هم پیدا کردم، ولی با اون تامین کننده نتونستم ارتباط درستی بچینم به این شکل که هی گفتم آقا از این ور مثلا کالا عکس بگیر، از اون ور کالا عکس بگیر، یه فیلم بگیر، اینجوری بگو یا مثلا یه حرفی بزن. همکاری نکرد. 2-3 روز طول کشید تا من ویدیو رو به مشتریم بفرستم. حالا اون ویدیویی هم که واسه من فرستاده بود باب میل من نبود. تامین کننده هم مثلا میگم از من 1000 کیلومتر فاصله داشت. خب طبیعتا جواب نمیده. چرا؟ چون اون طرف خارجی میگه بابا این یه ویدیو رو نمیتونه بگیره بفرسته من، این واسطه است و واسطه ناشی هم هست. یعنی این حس در اون بیدار میشه. وقتی یکی از شما یه چیزی خواست،
اصلا هنر در اعتماد سازی مثلا میتونه این باشه که با هر آیدی، با هر شماره‌ای بهتون پیام داده، با هر اسمی بهتون پیام داده، مثلا بگیم مستر فلانی این نمونه محصول ماست. طرف میفهمه که با یک واسطه دست اول طرفه، حالا اگر تولید کننده نباشه، و با یکی داره معامله میکنه که دسترسی تام داره به اون کالا. عزیزی داشتیم که خب توی کارخونه کار میکرد، الان خب تو اون کارخونه خیلی موفقه، چون به همون کالاهای اون کارخونه دسترسی شدید داره دیگه، خیلی راحت میتونه واسش تولید محتوا بکنه. به این نکته بسیار بسیار ریز توجه داشته باشین. حالا میخوایم یه لیستی داشته باشیم، میخوایم بدونیم که بعد چه کالاهایی اصلا توان صادرات دارن، امکان صادرات دارن. بعد اینکه ضریب نفوذ خودمون روی تامین کننده رو تونستیم بررسی بکنیم، المان دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که این کالا در حجم نامحدود و در زمان نامحدود قابل تامینه. بعضی کالاها فصلی هستن، شما شاید الان شروع بکنین، تا یه تکونی به خودتون بدین، فصلش بگذره 6 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، بعد منتظر بمونین تا فصلش برسه. من پیشنهاد نمیدم اینها رو واسه اول مسیر. شما شاید کالایی رو انتخاب بکنید که این کالا خیلی کالای خوبیه، خیلی هم کیفیت خوبی داره، قیمتش هم خیلی خوبه، ضریب نفوذتون رو تامین کنندش خیلی زیاده، یعنی اون سورس اصلیش خیلی زیاده، ولی در تعداد کم تولید میشه. ببینید ما در صادرات و یا واردات، حالا بیشتر رو صادرات، راجع به حجم‌های خیلی بزرگ داریم صحبت میکنیم. نه اینکه ما توی یه پارت بیایم مثلا 20 تا تراک مثلا بار بزنیم، 20 تا کانتینر بار بزنیم، نه بحثم این نیست. چون یکی که میاد باهاتون کار شروع میکنه به کار کردن، باید خیالش به این راحت باشه که شما میتونید تمام نیازهای بعدیش رو هم تامین بکنی. اون موقع میاد باهاتون معامله میکنه. پس کالایی که مثلا میگم در حد یه باکس دو باکس تولید شده یا مثلا اینجور کالای کوچیک به درد صادرات نمیخوره و علل خصوص فروش من کالای فصلی رو هم پیشنهاد نمیدم. غیر اینا، حالا این بایدها و نبایدها رو فهمیدیم، این لیست رو چجوری بسازیم؟ بشینین تو خونه لیست بکنین، ببینین تو شهری که زندگی میکنین آیا کالای خاصی وجود دارد برای صادرات یا نه. در استانتون ببینین، از شهر بزنین به استان، در استانتون کالای خاصی برای صادرات وجود دارد یا نه. در استانها و شهرهای همجوارتون کالای خاصی واسه صادرات وجود دارد یا نه. بعد سعی بکنید آمار کارخونه‌ها و شهرک صنعتی‌ها رو در بیارین. چه کالاهایی تولید می‌شود؟ آیا اون کالاها امکان صادرات دارد یا نه؟ همه اینها رو در آوردیم. باز دو دلیم، باز نمیتونیم انتخاب بکنیم، یا یک لیستی داریم که نمیتونیم از داخل این لیست کالایی رو انتخاب بکنیم. مسیر به اینجا میرسه که باید از یک سری آمارها استفاده بکنیم. آمارها چیه؟ خب اینو من قبلا در پیج اینستاگرام هم گذاشته بودم، ولی اینجا هم دوباره میذارم که ببینید میتونید از این روش استفاده بکنید واسه اینکه ببینید اون لیستی که قبلا نوشتین، خودتون نوشتین، توی این لیست وجود دارد یا ندارد، یا نهایتا از این لیست نهایی ایده گیری بکنید و بیفتین دنبال تامین و ارتباط گیری با تامین کنندگان و تولید کنندگان اون کالا در ایران. همینقدر کوتاه بکنیم کافیه. بریم سراغ مانیتور تا بهتون بگم بعد چه کار بکنید. خب با ادامه در خدمت شما هستم. ما باید به یک سری دیتا دسترسی داشته باشیم تا بتونیم ایده هایی که واسه خودمون نوشتیم و به ذهنمون اومده رو راستی آزمایی بکنیم، یا اگر ایده‌ای نداریم صاحب ایده بشیم که چه کالایی به درد صادرات میخوره. راحت ترین راه و گارانتی شده ترین راه همون چیزی که من توی پیج اینستاگرام هم گفته بودم، ولی خب اینجا دوباره اون رو به خدمت شما ارائه میکنم. یک مسیری که شاید حالا بعضی ها بدونن ولی بعضی ها ندونن. وارد گوگل بشین، بزنین ایریکا یا سازمان یا گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سایتش رو باز میکنین. تو وبسایت گمرک تو قسمت آمار میاین و آمارهای سال جاری رو من میزنم، چون الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم آخر سال 1403 هست. چرا آمار سال جاری رو انتخاب کردم؟ چون الان تقریبا آخر سال. چرا این مهمه؟ ببینید بعضن کالاهایی که ما انتخاب میکنیم شاید فصلی باشن، شاید بازارهایی که داریم ما میبینیم تو آمار بازارهای فصلی باشن، یعنی کالای ما فصلی نباشه ولی بازارش فصلی باشه خب تو اون کشور. و وقتی ما مثلا میاییم و نگاه میکنیم که مثلا میزنیم، خب مثلا آمار 3 ماه رو میزنیم، میگیم خب الان داره میره، صادرات داره میشه، ولی خب تا ما بخوایم بجنبیم کار بکنیم ببینیم آقا اصلا این بازارش تو اون کشور 3 ماه بوده مثلا،
خب ما در نتیجه میریم 9 ماه عقب میفتیم و اون جوابی که باید بگیریم رو نمیگیریم. پس اگر شما در ابتدای سال هستین و در نیم سال اول هر سالی که دارین ویدیو رو میبینین هستین، شما باید بیاین و آمار کامل سال قبلتون رو بررسی بکنید. خب 11 ماهه سال 1403 که خب اینو وقتی روش بزنید واردات و یا صادراتش، که وقتی بزنید یک فایل اکسلی به شما میده که این رو باید دانلود بکنید، که من دانلود کردم چون اینترنت هم داستان داره هر از گاهی واسه اینکه وقت ویدیو گرفته نشه یک همچین فایلی به شما داده میشه. خب با این شیت کار نداریم، خورده زوم میکنم که شاید واسه شما راحت تر باشه مشاهده. یه خورده هم جمع میکنم که این طرف زیر چیز نباشه. خب آره همین یک همچین آماری به ما میده. تو این آمار چه چیزهایی هست؟ خب سال که خب مشخص هست، نام گمرک که خب از کدوم گمرک این کالا صادرات شده هست، نام کشور خب هست، کد تعرفه همون HS کد هست، شرح هست، وزن به کیلوگرم، ارزش به ریال و ارزش به دلار. این ارزش‌هایی هستن که خود گمرک ارزش گذاری میکنه و الزاماً ارزش بازاری کالا نیستن و میتونن متفاوت باشن و هستن در بسیاری از موارد متفاوت با ارزش‌های بازار. ما واسه اینکه بتونیم این فایل رو قابل سرچ بکنیم میایم توی فیلتر میزنیم رو همشون یه دونه اینجوری مثلث رو به پایین میفته، یک زبانی میفته که ما میایم اینها رو بررسی میکنیم. چند تا موضوع هست. اگر لیست کالایی رو دارین شما HS کدهاش رو در آورده باشین، که اگر در نیاوردین که خب توی ویدیو گفتم اگر ندیدین و دارین پراکنده ویدیوها رو میبینین، حالا یک طرفی لینکش رو میذارم یا اینور یا اونور نمیدونم فعلا، شما برین و اون محتوای HS کد رو ببینید و متوجه این موضوع باشین که بیایم بر اساس HS کد سرچ بکنیم و یا نه همینجوری اومدیم ول بچرخیم ببینیم مثلا داستان از چه قراره. مثلا آقا من یه رفیقی دارم توی کشوری زندگی میکنه، مثلا چه میدونم غنا، مثلا آدم چرا باید بره غنا زندگی؟ البته رفیق دارم و غنا نه غنا نیست، گفت غنا هر از گاهی میرم تجارت میکنم. یه رفیق دارم اونجا میرم جزایر موریسه همچین چیزی، اون تو رفت آمد به افریقا. حالا نام گمرک از کدوم گمرک کالا صادرات شده، کشور رو که گذاشتیم قنا و قنا و چه کد تعرفه هایی چه کالاهایی به قنا صادرات شده، ارزششون چقدر بوده و طبیعتا این ارزش 11 ماهه کالاست، یعنی در 11 ماه 13 همت کالا به قنا صادرات کردیم از ایران. چه کالاهایی؟ خب اینجا مشخصه، میتونیم بخونین کد این فسفات، مورفین فسفات، انواع برچسب و فلان همش هست دیگه، بیسکویت و فلان اینا. بیسکویت از اصفهان صادرات شده به وزن مثلا 11 تن 12 تن. خب مثلا بعدش میایم آمار گمرکات رو بررسی میکنیم. بعضی از گمرکات خواسته هستن، بعضی از گمرکات یعنی خواسته هستن منظورم اینه که گمرکات محدودی هستند. گمرکات استان‌ها اغلبا گمرکات محدودی هستند. بعضی گمرکات میشه گفت اینترنشنالی هستند، یعنی همگانی هستند، فراگیرن، لغتشون نمیتونستم پیدا بکنم، فراگیرن. حالا گمرکات کالاهای ترجیح چیزم داریم دیگه، که کالای تخصصی اینا داریم، وارد اون بحثا نمیشه. حالا مثلا میایم گمرک اردبیل رو مقایسه میکنیم. ببینید اینجا این اطلاعات به ما چه کمکی میکنه. خوب به این نکته توجه داشته باشید. وقتی داریم راجع به اردبیل صحبت میکنیم، اگر کشوری نزدیک اردبیل باشد، خب مثل جمهوری آذربایجان، این اطلاعات الزاما به ما کمک نمی کند که این کالاها شاید در این اردبیل و موجود باشند یا نزدیک اردبیل باشند، چون اردبیل به جمهوری آذربایجان نزدیکه، اومدن متانول رو فرستادن اردبیل که اونجا صادراتش انجام بشه بره جمهوری آذربایجان. اینجوری بوده احتمالاً داستانش. ولی خب
شاید اینها که مثلا به ترکیه صادرات شدن از اردبیل، چون ترکیه با اردبیل مرزی نداره و احتمالاً این کالاها و صاحبان این کالاها در نزدیکی شهر اردبیل، گمرک اردبیل و یا استان اردبیل کارهای تولیدش رو انجام دادن، فرستادن اینجا، صادرات خورده دیگه رفته ترکیه. حالا ترکیه شاید بگین نزدیکه، تو عراق خب دیگه، خب اگه مثلا کالا مختص اردبیل نبود، مثلا میگم میبردن چه میدونم گمرک نزدیک همون عراق، یکی از مرزها، حالا دیگه هر مرزی، یکی از اون مرزها میبردن، از اونجا کارش انجام میدادن. فدراسیون روسیه خب نزدیکه به اردبیله. افغانستان ولی خب معنی نداره، احتمالاً این کالایی که به افغانستان از اردبیل صادر شدن در خود شهر اردبیل تولید میشند و به عنوان کالایی که در نزدیکی شما در استان اردبیل اگر زندگی میکنید هستید، این کالاها میتونن کالاهایی باشن که شاید برید دنبالش تحقیق بکنید که ببینید آقا این کالاها اونجا تولید میشن، مال استانتون داستانشون، کارخونه دارن، چیه داستانشون. حالا راجع به گمرکات که وقتی داریم بحث میکنیم، بذارین گمرکات استان خودم که نه دیگه شهر خودم رو بزنم. گمرک تخصصی که داریم اینجا کار میکنیم، بازرگان یک خب تعداد صادرات گمرک اردبیل رو دیگه مقایسه بکنید با صادرات گمرک بازرگان، چون بازرگان ببینید بزرگترین گمرک زمینی ایرانه دیگه. من رقمش رو دیگه نمیام بخونم، چقدرشون نمیتونم بخونم اونقدر سواد عددی ندارم. آره، ولی چون چی میگن گمرک معروفیه و عملا روی دروازه اروپاست، شاید خیلی ها کالا رو میفرستن اینجا، مثلا این هیچ کدوم این کالاها اینجا شاید تولید نشن اصلا، ولی خب میفرستن اینجا کاراشو انجام میدن. مثلا این داره میره لیبی دیگه، خب میره ترکیه، از ترکیه احتمال از بندر مرسین چیزی بذاره بره لیبی، خب این میره نیوزلند، احتمالا میره دوباره شاید سوار کشتی چیزی بشه، خرما بوده. اینجا میتونین بیاین بگردین با المان‌های محدود کننده تری دنبال این که ببینین آقا چه کالاهایی به کجاها صادرات شده. مثلا خب لبنان، لهستان، لیبی، گرجستان روغن صنعتی رفته، روغن موتور رفته، سنگ آلومینیوم رفته، هندونه رفته، به کانادا خرما رفته، تیزابی بیدانه رفته، آفتابی انگور، کشمش رفته، یعنی کشمش رفته. حالا چند بوده؟ 6 تن بوده، 10 تن بوده، 4 تن، نه ببخشید 60 تن بوده، اینم داشتم به ریال میخوندم کیلوگرم، 60 تن، 100 تن، 42 تن. خب ارزشش هم که دیگه مشخصه. سیب فرستاده شده به کانادا، حالا شاید بگیم کانادا ایرانی زیاد داره واسه همین اونجا رفتن و صادرات کردن. حالا سوریه هم که دیگه بحثشون، رومانی مثلا، ببینیم آقا رومانی چی صادرات شده، یعنی شما میری ترکیه، بلغارستان، بعدش رومانیه، اینجوری حساب کنید. یک کشور با چیز فاصله داره، ترکیه به لحاظ خاکی دارم عرض میکنم، به لحاظ زمینی دارم عرض میکنم. اسباب بازی رفته واسه رومانی 5 تن، دستگاه خنک کردن هوا از طریق تبخیر رفته، حالا احتمال یه دستگاه بوده. ماشین‌های خردکن یا سایدن بوده، ماشین‌ها رفته. لولا برای در و پنجره دوجداره یو پی وی سی و پی وی سی رفته 1 تن خورده‌ای. چکش و پتک رفته 100 کیلوگرم. پروفیل رفته تقریبا 2 تن. ظروف شیشه‌ای، نمیدونم کاشی، لوح طبیعی، سنگ‌های صیقل داده شده سنگ مرمر، سنگ تراشه پذیر، سنگ مرمر تراورتن و سر بطری، سر پوش، کلاهک. سوادم نمیکشه این کلمه رو بخونم، نمیدونم چه فیلمه، چی از پلیمرهای کلوروینل حاوی حداقل 6 درصد پلاست، چیز تخصصیه دیگه. من اطلاع ندارم، نمیدونم راجبش، چیزی نمیدونم. انگور تازه رفته، کشمش و هندونه و خرما رفته. آها اینجا رو نگاه کنید، دانمارک خربزه رفته از گمرک بازرگان به کشور دانمارک، خربزه صادرات شده 40 تن.
حالا دیگه ترکیه، لیست ترکیه هم زیاد چیز قابل اتکا نیست، اینو بهتون بگم ها. اینجا ترکیه رو داریم میبینین، خیلی از کالاها شاید میرن ترکیه، اونجا مقصد عوض میشه، ریکسپورت میشه، داستان داره دیگه. شاید یعنی زیاد روی این ترکیه چیز حساب باز نکنین شما که حتما این کالایی که اینجا یعنی لیستی که مثلا میبینین کالا به ترکیه رفته شاید مقصد نهایی ترکیه نبوده باشد. انگلستان چی برده؟ لوازم خانه‌داری، سرکه های خوراکی، آب میوه تغلیظ شده، آب انگور، رب گوجه، خیار، سایب، وافل، ویفر، سوهان. انگلستان سوهان 1 تن از گمرک بازرگان، صرفا از گمرک بازرگان. حالا بذار ما سوهان رو چیز کنیم، ما سوهان رو برداریم، گمرکات و تیکش رو برداریم، ببینیم سوهان اصلا به کجاها صادرات شده. تیکه همه گمرک‌ها رو میذاریم، میایم تو کد تعرفه ببینیم به کجاها صادرات شده. هوایی رفته، فلان رفته، امارات رفته، بحرین، لبنان، کانادا، روسیه، امارات، عراق، ایالات متحده، سوهان، سوئیس، سوهان. چقدر رفته؟ 2 کیلو. این چیز خاصی نیست. بگیم کیلو هم نگاه کنین، شاید طرف نمونه فرستاده باشه نگین آها ببین بعد به همش توجه داشته باشین. هلند این 400 کیلو فلان، مثلا به بحرین رفته 4 تن. این قابل استناد دیگه، مثلا دیگه اونجا میتونی بفروشی. بعد بیای ببینی که آقا چند بار مثلا به بحرین رفت. کد طرفه رو گذاشتیم اینجا، هم بیایم مثلا فقط بحرین رو انتخاب بکنیم. ببینید کد طرفه سوهان واسه کشور بحرین 1,200، 1,800، 1,200، 4,300، 1,900، 4 خورده. این توناژ ها واسه مجموعاً واسه بحرین صادرات شدند سوهان. خب سعی کردم هرچی که نکته مهمی هست در حوزه انتخاب کالا رو به شما انتقال داده باشم. توجه داشته باشین که آمارها فقط کمک میکنند که شما ایده هاتون رو غربالگری بکنید، غربالشون بکنید و ایده های پخته تری رو به مرحله اجرا برسونید. ما تایم نداریم رو هر کالایی تبلیغات بکنیم، تایم نداریم رو هر کشوری وقت بذاریم، رو هر مارکتی تبلیغات بکنیم، تایمشو نداریم. اصلا پولشو بحث نمی‌کنم، تایمشو نداریم. واسه همین ما باید بهترین گزینه رو واسه خودمون اینجوری بیایم کم و بیش بالا پایین بکنیم و بریم رو اون کار بکنیم. پس عملا شما باید بعد از این قسمت اگر میخواین کالایی رو برای صادرات انتخاب بکنید بتونید انتخاب بکنید. اگر میخواین رو صادرات کار بکنید، روی چه کالایی توان دارین، ضریب نفوذ دارین، میتونین تامینش بکنین، دسترسی واسه تولید محتوا دارین بهش، و اینکه ببینید اصلا اون کالا به درد صادرات میخوره، اینجا صادرات شده یا نشده. بعد حالا که شده به کدوم کشورها بیشتر صادرات شده اونا رو در میاریم. بعد که در آوردیم تو بخش‌های بعدی که قرار است روی حوزه مثلا تبلیغاتش و اینا با هم دیگه صحبتی داشته باشیم، میریم دیگه روی اون کشورها مانور تبلیغاتی میدیم. همین. فعلا نه لازم شما کارت بازرگانی بگیرید نه هر اتفاقی دیگه. فعلا البته منظور. هر جا هستین حالتون خوش. توی کامنت ها اگر سوالی داشتین بنویسین. اگر سوادشو داشتم سعی میکنم پاسخ بده. قربان شما.